آلی در اینجا الله از زانیه حکم زنا را اول حکم بیان میکنه که متعلق زنا است. زانیه زن پیش کرده از مرد کرده. چرا؟ در حالی که در سرقه از سارق و چیسته و سارقتو میگه. و همچنان در آیاتهای قرآن کریم که احکام میآید اکثرش به صیغه مذکر است، زن به طریق طبیعت داخل است، اما در اینجا مشخص کرده زن و بعد از او در سری حکم ذکر کرده، اشاره میکنه به این گپ که بله اگر زن آماده نشوه به زنا، مرد نمیتونه که زنا بکنه. چرا؟ صادر شدن این عمل شنیع از زن بسیار بد است به نسبت مرد کرده. چرا؟ الله متعال به طور فطری، به طور خلقی در وجود زن الله یک شرم و حیا را گذاشته که اونمو قوت در مرد نیست و امو خصلت در مرد وجود نداره. با وصفی که الله متعال قدر حیا و شرم برش گذاشته و این پرده حیای خود میداره، نعوذ بالله مرتکب یه عمل غلط میشه، این بسیار بد است برای زن. یکی. دوم، زن جسم لطیف و نازک است، عاجز است. از امو خاطر الله امر کرده که همیشه در خانه زندگی بکنه، در کارهایی که عام مردم در او کار آغشته است، مثل مندیا و مثل جاهایی که چی هسته، مثلا کانای ازغال است، در این طور جاها باید زن حضور پیدا نکنه، به خاطر که عاجز است، زود کده زیر تاثیر مردم میره. الله متعال یاره منع از اختلاط مردا از خاطر کرده، بس اوقات اینمی اختلاطا سبب بدبختی میشه. پس وقتی که یک زن با وصفی که در خانه مامور شده باز ارتکاب زنا میشه، دیگه بدبختی از این میشه، یعنی عمل از این دیگه مشنی است. سوم چیزی که زن باید این کار نکنه، شهوت زن به نسبت شهوت مرد خیلی کم است. اگرچه به نزد مردم عوام این شهرت پیدا کرده که عشق یک مرد برابر چیسته زن، نونیم عشق چی 10 عشق از زن است، نیم عشق از مرد است، نیمش از زن. این گپا غلط است، به تجربه هم ثابت است، در آیات حکم الله متعال هم ثابت است که یک مرد اجازه 4 زن داره. از این معلوم میشه که توان و قوت مرد از زن که خیلی زیاد است و زن خو مریضی ماهواری سرش میاد، مشکلات میاد، طفل تولد میکنه. از او خاطر این امور باعث از این میشه که شهوت از او خیلی کم میباشه به نسبت مرد. از امو خاطر با کم بودن امی قوت شهوانی باز امی مرتکب جنایت میشه، دیگه لکه یا نکته متوجه ازی میشه. از او خاطر الله متعال کلمه زانیه را پیش ذکر کرده، برخلاف سرقه در اونجا بدی یا شناعت از عمل مرد است. چرا؟ مرد الله تقویت وجود قوی داده، میتونه در مجامع حضور پیدا بکنه، هر طرف سفر بکنه، برای رزق خود، برای پورا کردن مشکلات خود هر طرف کسب و کمایی میتونه. لیکن وقتی که بازمو دست به دزدی میزنه، دیگه بسیار عمل از او بد است به نسبت زن، چون که برای زن مخارج موجود نیست عملی کار. اگر او دزدی میکنه به نسبت مرد خیلی برای از او یک نوع عذر است، اگرچه دزدی خود گناه کبیره است، هر کدامشان بکنه، لیکن تفاوت در اعمالشان وجود داره. از او خاطر الله متعال در اینجا زانیه را پیش ذکر کرده.